ترک استثناء مرادم قسوتی است، نی همین گفتن که عارض حالتی است. ای بسی یا ای بسا ناورده استثناء به گفت، جان او با جان استثناست جفت. استثناء یعنی که انشاءالله، یعنی که اگر خدا بخواهد. مولانا میگه نه این که فقط شما به لفظ بگید انشاءالله، این که حرف باد هواست، به هوا میره و بسیاری میگویند و اعتقادی هم ندارن. چه فرقی هم میکند که اعتقاد داشته باشن یا نداشته باشن؟ اون وقتی ارزش دارد که جان آدمی با این مفهوم، با این مضمون یکی باشد. صحنه دیگه دارو دادن، صحنه است که پزشکان دارو به کنیزک میدن و هر دارو که به او میدهند دردش رو خوب که نمیکنه، هیچی بدترش